اگر حقیقت درون ذاتی بناست، موقت نباشد، باید متصل تکرار شود. تذکار رو به سوی گذشته دارد، اما تکرار رو به سوی آینده. تذکار حقیقت را در قاب معرفت می جوید، اما تکرار نوعی از حقیقت را تولید می کند که به زندگی تعلق دارد. تکرار همسری محبوب است که هرگز از او سیر نمی شوی، چرا که آدمی فقط از تازه ها سیر می شود، از قدیمی ها هرگز. شک نیست که تکرار نقش مهمی در بدبخت بیدیم، بیچاره بیدیم، هیچ بیمه هم نداریم، حقوق هم نداریم درگاه خدا، هیچ ولو هم بیدیم، کشاورزی هم نداریم. این خونه من آب برست، این 2 بار آب میبرست، هیچ بار راسته کسی نه که اول از من پرسی یا وام ماز خدا رو ماجاه، یا مثلا عرض کنم خدمت تو کار رسی میکنن یا 5 تومن پول دانم برای عوض ده اصلا نه وام میبم دانه نه چی وام دانه یم خونه ها من سه کوچه کار گدا این آبی سیل بیده کسی ندارم که عرض کنم خدمت تو بررسی کنه آقا جناب والی په وقت خونه تا آب برده ز با فورده پچه رو ایتره. برخورد ما هم جزئی مملکتی، من هم جزئی جامعه، ما هم جزئی جمهوری اسلامی، موقع رایگیری، موقع نماینده ها، موقع چیز میان ما همه در خدمتشون، اگه مهمونی بیار ما در خدمتشونیم، جزئی مملکتیم، جزئی سرزمینیم، ما هم شهید دادیم، جانباز دادیم، ما هم به هر حال خدمت به مملکت کردیم. الان 40 سال از مملکت میگذره، به هر حال هم یک کمکی به روستاها دیر افتادن کمک ازش بردن، من رفتم اونجا که برق دادن، آب دادن. ما فاصله با راهن نداریم، فاصله با شهر از بین اندیمیشو درودیم. یا کمک گفت کناریم یه مملکت ایرونه با میدونه مردم اونها اونو درسته کنن. الان ما یک کپسول با تو کلمو بریم تنگ هفت 2 ساعت محلی بخوابه از تو کل زن بچه‌مو مستقیم قطار نمیره تا درود.
یک کپسول مشکل ما، یک کپسول مشکل ما آرده، یک کیسه آرد میارم توی قطار، سری مامورا میان آقا 20000 تومان کرا بده، 20000 تومان، چه کیلو آرد کیلو 500 تومان کرا بده. این خدا مومن اصلا ما همه مشکل داریم، این مشکل نیست. ما خط ماشی داریم که جاده ماشی عرض کنم خدمت تو، فقط این خطارا باری رم اول فرزمان ما نه خودم کپسول نداشتم، کپسول از این خمسام سم اول فرض ما ونه کپسول گاز از این میمو داشتم، کپسول که نداشتم زیر خونه همسام که آقای عزیزی کپسول سم به خاطر میمنونم برم خدا سی تو درست کردم. بعد عرض کنم خدمت تو اصلا هیچ وسیله نداریم، نه جاده ماشی نه فلان نه بهمان. منی خطارا باری که میره می آقا باید من خطارا باری نی ایوم چرا آقا بال میگیره شرط و روحان میگیره هی ترمانیم به هیچ به مربوط هیچم، نه برق داریم نه گاز داریم نه عرض کنم خدمت تو آب داریم نه عرض کنم خدمت تو یه مشکل زیاد بدبختی داریم، هیچ جان هم بلد نیستیم که رویم. من هیچ عرض کنم خدمت تو داریم هیچ زج بچه موزم و خودمو داریم زج کشم. ما نه پیله نه پره نه چیه خواهم بریم شهر پیلم نداریم. مزرزفه من میشه نه پیله نه پره نه غانه. یا ساعتی او هم یه میخه نداریم بین راه او کمپانی او جاری هم نه او جاری هم نه دو او سلگو دو او سل بختیاری یه دنس یه میخه یه هفته دو هفته یه هفته هم او نداریم لیله ممکن که او جاری نداریم او نه همه جوره نه او مونه او لیله سه بوشکافه بیسه سه کپی آمی سه آوه نشیه یارو سه دفعه اونون وردیم با چیه اصلا وردیم است بریم جای ایناره میگن نه اصلا ما راه خله ما راه نیستیم ما چه محلی هم بین راه هم بیکاری هم یک ده تا بود داشت فروخ افسونه من میشه نه کاریگریه نه چیه اصلا به خودی و ساره پمه ما معلم هونی اونه سی معلم سشتر آیرم بوش خودم آیرمی بوش ها خودم فشار میده یا نفو که اینی ما او جاری که نداره ما خدا وکیلی میرن و او بخوریم به جان بچه من جان او جاری نداره او جاری نداره اون که تمام کنن سو نپس او اون دل او جاری نداره یا با اون ما راه هم که شخصی خود موادیم سونه پیله موقع ماجاه بریم دوری شهر جای اونه کرا کنیم بریم میرسی در واسه مویون نه مال راه همه بریم از تنگه پیاده بشیم به قطار محلی دوم سواره بشیم 2 ساعت تو تنگه باشیم 20000 تومان کرایه که کپسوله 20000 تومان 20000 تومان برگشته این 40000 تومان 25000 تومان پر بشه 65000 خدا خوش است یا چرا ما کپسول نانی شو مونده 65000 تومان یک کپسول گاز به خاطر رفاه در بچه‌مون خاطر رفاه بچه‌مون گاز که نداره گاز کپسولی باید بریم الان قطار هم خده قطار محلی اول بارمون با قطار محلی بریم الان 1 سال که قطار محلی خده مجبوریم با این قطارها باری امور کنیم کپسول ببریم با این درود آیا این بشک لرستان که گفتم بشک پاپی
کفشیر پر بکنن با این خطرها باری و ما خواهم گیر این آقا خطر داره. چرا که کفشیری داری بالا؟ مسئولون خطر، مامورون خطر، چرا کفشیری داری بالا؟ ما هم آقا گرفتار در بین راه ناره. الان جاده وان جاده سمت خرم‌آباد بود برای صد 2 سال این جاده نه آب بین برده. جاده نداره، کامان نداره. این گرفتار. اینا همه چراغ و آسمان و لایات و اینا همه الکی خدا مولم گیر داده. من بچم 8 تا بچه دارم خدا مول. خلاف کردم پس دوزی کنم. چطوری دوزی کنم؟ چطوری پس نون بخوری؟ نون خوردن چطوریه؟ 2 سال خدا مومن این 2 سال اینا من شدم نگهبان اینا. این 2 سال نگهبانی من کی خود 2 سال شدم نگهبان اینا. این 2 سال خدا مومن من شدم نگهبان اینا. خودم زن و بچه خدا مومن گرفتاریم بالا سر اینا. اینا فروش نه خرید نه چیه. اگر صدام اونجا رفت به خاطر خدا اصلا جای اصلا اینا توی اسنانه توی جای مشخص کنه صدامو